الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والصحابة أجمعين، أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سپاس و ستایش به پایان الله جل شأنه را که امروز با فضل و کرم و بخشایشش بار دیگر نصیب مان کرد که حیات یکی از ابرمردان تاریخ اسلام و یکی از صحابگان جانفدای پیامبر صلی الله علیه و سلم و یکی از پیشتازانی که این دین را برای اجداد ما و شما ملت تاجیک آورد صحبت نمایم. و امروز انشاءالله اطراف حیات ابو لبابه رفاعه ابن المنذر رضی الله عنه صحبت میکنم. در سال دوم پیش از هجرت پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم قافله از حاجیان مشرک مدینه به سوی کعبة الله می آمد و در این قافله 70 مردی مسلمان و 2 زنی مسلمان هم نیز بودند و از جمله این صحابگان ابو لبابه رضی الله عنه حج می آمد. حضرت رضی الله تعالی عنه روز دوم ایام تشریق با پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد دادند که از اونها و از اصحاب او و از مسلمانانی که بر مدینه هجرت می نمایند با جان و مال و به تمام چیزی که در دست دارند دفاع می کنند. و این 70 مرد مسلمان وقتا که حج کی تمام شد بر مدینه منوره بازگشتند و اینها همه آماده بودند و آمادگی می دیدند که پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم و اصحاب جانفدای او قریب است که هجرت می نمایند.
وقتا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اجازتی الله جل شأنه راه هجرت را پیش گرفت، حضرت ابو لبابه رضی الله عنه با جمع از یاران پیامبر در پیشواز او بود و در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب و روز قائم بود و حضرت ابو لبابه رضی الله عنه طالب حقیقت و شاگرد پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم اسلام را تعلیم می گرفت. وقتا که الله جل شأنه برای پیامبرش اجازتی بیرون شدن از مدینه به خاطر جهاد در راه الله را داد، حضرت ابو لبابه با جمعی از مجاهدین به خاطر جنگ بدر از مدینه بیرون شد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت را از راه گرداند. بسیار برای این صحابی بزرگ مشکل بود که از این فضل و بزرگی و رحمت الهی که در جهاد است میسر این صحابی نمی گردد. اما چی کند که پیامبر گرامی قدر او را امر کرد تا که نگهبانی اهل مدینه و امور اونها بر دست این باقی بماند. لکن پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم برای او سهم بدر و اجر او را قائل شد و حضرت ابو لبابه رضی الله عنه او عهدی که برای پیامبر گرامی قدر داد که با جان و مال با تمام هستیش از محمد و اصحاب او دفاع می کند، بر عهد خود باقی ماند، مگر این که روز از روزها خطایی کرد و خطایی کرد و در حال پشیمان شد. هنگامی که مردم مکه مدینه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را محاصره کردند با همه قبایل که خداوند این جنگ را با نام جنگ احزاب در قرآن کریم ذکر نمود. حتی سوره از سوره های قرآن کریم هم نیز اطراف این جنگ مبارک و این جهاد مقدس می رود. در درون مدینه که قبایل از قبیله های یهود به شمار می رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خیانت کرد و با این قریشی های مشرک پیوستند و می خواستند که از درون بالای مسلمان ها و زن و فرزندان اونها هجوم نمایند و بر این ترتیب اسلام بزرگ را ریشه‌کن نمایند. لیکن فراموش کردند
که خداوند جل شأنه می فرماید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند که این اسلام را خاموش کنند، لیکن الله بر عهده خود گرفت که این اسلام پوره می شود و این اسلام به همه خاندان می رسد، اگرچه پهنایی و قوت اسلام ناخوشی برای کافران می آرد. بعد از جنگ احزاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حال برای این خائنان هجوم کرد و عادت مردم یهود از قدیم الزمان خیانت به همسایگان و ملت انسانیت هست، بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم نیز خیانت کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای اونها خواست که درسی بدهد و در حال قصرهای اونها محاصره شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکم بر این کرد که مردان اینها باید به خاطر این خیانت کشته شوند. اما یهود طلب کردند که ابو لبابه را در این کار مشورت بپرسند که در حکم پیامبر پایان شوند یا نه. از او پرسیدند اترا ان ننزل على حکم محمد یا ابا لبابه، چی مصلحت میدهی؟ آیا ما حکم محمد را قبول کنیم؟ لیکن نمیدانستند که حکم اونها قتل هست. فقال نعم ولكنه اشار بيده الى حلقه ليعلمهم بذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بالذبح. گفت بله به حکم محمد پایان شوید، لیکن خطا کرد. گفت و انگشت خود را بر گردن خودش کشید، اونها را فهمان که گردنهای اونها زده می شوند. حضرت می گوید فوالله ما زالت قدمای من مکانهما حتی عرفت انی قد خنت الله و رسوله و اسقط فی یدی. والله این کار کردم، فهمیدم که خدا و پیغمبر خیانت کردم. ببین که یک خطایی که این صحابه کرد، فهمید که خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را خیانت کرد. کیف اخرج من سخط الله، چطور از این سختگیری خدا و عذابش بیرون میشم؟ حضرت از پیش بنی قریظه بیرون شد، پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم نآمد، بلکه به سوی مسجد رفت، در یک ستون از ستونهای مسجد خود را بست. گفت والله لا احل نفسی ولا اصیب طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله عليه او اموت. قسم به خدا که خود از این ستم نمیشکم، نه طعام میخورم نه شراب میخورم تا زمانی را که الله جل شأنه توبه من قبول نکنه. وقتا که پیامبر صلی الله علیه و سلم حال این را دید،
فهمید که این خیانت کرد و این هم خطا بود و فرمود اما انه لو اتانی لاستغفرت له ولكنه قد فعل فلست اطلقه حتى يطلقه الله. اما اگر این خیانت را کرد پیش من می آمد از خدا برای او بخشش می پرسیدم، خداوند جل شانه او را می بخشید. وقتا که این کار نکرد من از این ستون او را نمی کشم حتی که الله جل شانه او را بکشاید و توبه او را قبول نماید. حضرت رضی الله تعالی عنه چند روز بسته ایستاد حتی چشمانش خیره شد و گوشاش کم شنوا شد تا جایی که دخترش می آمد وقتی هر نماز می کشایدش نماز می خواند و با در همو جاش می بستش. قضا ابو لبابه 6 ایام بلیالیها مشدوده. حضرت 6 شبانه روز با شبهاش بسته بود. ناگهان الله جل شانه توبه این حضرت را قبول کرد و فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. کسانی که از جهاد سرکشی نمودند و بر گناهان خود اعتراف کردند، خلطوا عملا صالحا و کاری نیک و اسلامی را با کاری بد یک جایه اردرش کردند، عسى الله ان يتوب عليهم، خدا توبه اینها را قبول کرد. ان الله غفور رحیم، خدا غفور رحیم است. حضرت ام سلمه رضی الله عنها مادر مؤمنان می فرماید وقتی سحر بود بر چهره پیامبر نگاه کردم که می خندید. گفتم یا رسول الله برای چی می خندی؟ فرمود تاب الله علی ابی لبابه، خدا توبه ابو لبابه را قبول کرد. حضرت می گوید افلا ابشره یا رسول الله، ام المؤمنین می فرماید که آیا من برای او بشارت ندهم، حیدرگیریش نکنم؟ پیامبر فرمود که اگر بخواهی برو، این پیش از فرض بودن آیه های حجاب بود. حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه گفت والله که هیچ که هویم نکنه از این ستم حتی که پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم مرا هوی کند. و همین خیل هم شد و حضرت وقتا که این آیه های مبارکه قرآنی را تلاوت میکرد فاضت عیناه فرحا بتوبة الله علیه، حضرت چشماش آب میریخت، از چشماش آب میریخت، میخندید، از خرسندی اشک از چشمانش میریخت، میگفت که ای خدا را بزرگی شبین که توبه مرا قبول کرد. ببینید بر یک خیانتی که بر اسلام و مسلمین کرد تا توبهش الله قبول نکرد خود را آرام حس نکرد. اما امروز فرزندان مسلمان هزارها خیانت به دین، به پیامبر، به شعائر الهی میکنند، اما دعوا بر این دارند که اونها از بهترین مسلمان ها هستند. لا والله و آخرون اعترفوا بذنوبهم، الله جل شأنه از بهترین قبول نمی کند
مگر به گناه خود اعتراف نماییم و عمل صالح نماییم و عمل بد را دور نماییم. امیدوار هستیم که الله جل شأنه توبه ما را قبول نماید، زیرا که الله جل شأنه قبول کننده توبه است. دعا کنیم که راه اصحاب پیامبر و آن جان فداهان رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای ما نصیب فرماید. الله جل شأنه از همه گناهان ما در بگذرد. خداوند پدران و مادران ما و شما را رحمت نماید. الله فردوس اعلی را برای همه ما و شما نصیب نماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.